چیزی نیست سردارم. امروز بنوز خبرداری در آمده بودم. یک عکسی حجتی هم بود. از رنگش یک تا برآورده کلان کردم. تو چه ها میگویی؟ چه روز خبر داری؟ تو از سر این فکرها را دور کن. برای به خود نفرت کردن حق نداری. بر تو از سرت فکر کثافتی را. چشم آدم برای خوبی ها را دیدن آفریده شده است و همان حادثه ها همین خیل نظر کنی. همه چیز را کش دیده کثافت گفته میشینی و در آخر دلت خنک شده از خود نیز نفرت پیدا میکنی. حاضر زود به خانه را دم گیر. کنی چشمم نبینه تو را. الو جناب یگید. لبای افسوس همسرتون رو از دست دادیم. حیات قیمتناک است. ارمغان است که به ما داده شده است. ما آن را برباد داده نمیتوانیم. اکنون فهمیدم سردارم. شما فکر کردید که من یگان خودکشی میکنم مگر؟ من وای دفتر را از همه آخر وقتی که با شما صحبت کرده بودم محکم کردم. اکنون در سرم فکرهای بی‌طالعی نیست. من تنها برای هوای تازه گرفتن به اینجا برآمدم. بلندی ها را دوست می‌دارم. نوشیدگی نیستی؟ چخیل نوشیدن سردارم. در حیاتم به دهانم نگرفتم. ناسا مرده است. فاتح هم یتیمان سردارم. هنوز چیزش نبر آمده یتیمان سردارم.